Sorry, I don't provide instrumentals here, but let me know if you like song lyrics inspired by the idea of travel adventures. بریم کجا؟ سیرجون بدویم. قراره بریم سیرجون بدویم. قراره خیلی بدویم. هر جا باشه پیداش میشه. دید آبی را داری اپا بذار جلو. بذار جلو. من میذارم جلو. من میذارم جلو. اپا میذاره عقب. Lyrics inspired by the idea of travel adventures. Sorry, I don't provide instrumentals here, but let me know if you'd like song lyrics inspired by the idea of travel adventures. Ooh, I don't provide instrumentals here, but let me know if you'd like song lyrics inspired by the idea of travel adventures. اول فکر کنم آقا حسینی ما رو گرفته. گفتن دهش هستی هست آقا شست دو ماشاءالله. تخته نداره کجا بزنه؟ من دوباره تخته بودم. اونم چوبه دیگه. اونم چوبه Adventures. سیب دارم. سیب و پرتقال محفظه. آقا میلاد گلم عشق مخلص اما حامد عشق من. بعدیم زدیم کنار که یکم خستگی بیرون کنیم و ادامه راه. بفرم اونجاست. باد جلسه توجیه با داش میلاد تو هر سکانسی هست تو هر سکانسی هست و فقط یک کلام میگه اونم سلامه. سلامتی میاره دقیقا و ما رو ببرن بچه دعا کنم. دعا فقط دعا. رونالدو شبیه جان قربان بشم شبیه بلام نیست. خیلی خوشحالم از این که شبیه خدمت نیستم. قرار بهتری کنم 12 کیلومتر تو توضیح میدم. فردا مسابقه است. آقا تموم شد. جلسه توضیحی هم بود و خیلی داش حامد گلم
کجا باید بریم؟ لنز ریس هم رو تحویل بگیریم. کات میزنم، ریس بگا رو فیلماشو میذارم. خب بچه‌ها ما اومدیم باغ، یکم شروع بود. بعدش هم ببخشید من صدام اول بگم که دلیلشو ابتدا ویدیو میگه سکوت رو رعایت کرد. بچه‌ها خوابن، دارم آماده میشن برای فردا ریکاوری خوب کنن و من مجبورم یکم صدامو بیارم پایین تر که اصلا شروع کنم. یه اتاق نشون بده، چیز خاصی نیست. روم تور جغرافی. خب ما رفتیم ریس فکامون رو گرفتیم، به اون شام دادن و چند تا چی میگن برگه که پوشی گذاشتن. جتون رو دادن و ریس فکامون دادن. الان میخوام وسایلی که برای فردا قراره که ریس فکامون رو بهتونشون بدم. قراره فردا بریم بدویم و اوکی بریم. یه توتبگ واقعا توتبگ شوزبگ خیلی خوب. کد من 1102. یه اسکارف چقدر کش میاد. پسه درجه 1 ایرانی سوغاتیشونه. آره و چی آقای پا؟ بیب نامبر 1102. یکی قرار پشت بخوره، یکی قرار جلو. یه بندر عباس تسلیت دارم بهمون که بازو بنده قرار ببندیم. تنها کوچکترین کاری که از دست ما برمیاد. پرشین گلف فرش دنیکس و جورابم و شورتی که استفاده میکنم به این لباس رو باز کنم. یه تن بزنم. فیکس اندازم و اینکه من برم بیبلان بزنم، لباسم رو بر کنم. قراره که این ولاگ یکه، ولاگ 2 قراره فردا بیاد که تو مسابقه میذارم و هم ولاگ بعدی میبینم.